درود بر همگی، خدمتتون هستیم با یه انرژی خوانی. میخوایم ببینیم که آینده این رابطه چه خواهد شد. بچه‌ها لایک کنید و عدد 855 رو کامنت کنید تا انرژیتون رو این فال بیفته. میگه که اون بچه‌ها شما و اون هر دوتون بیخوابی و استرس زیاد دارین و نگران آینده و این رابطه هستین و هم شما و هم طرف مقابل خودتون رو با کار، با تحصیل یا با پرداختن به اموری که باعث رشد شخصیتون میشه دارین پشت سر میگذارین و شدیداً دو دل هستین هر دوتون برای ادامه این رابطه و به یه نقطه رسیدین که نمیدونین که این رابطه رو ادامه بدین یا اینکه تمامش کنین و هر دوی شما چشم به راه هستین و نگاه میکنین که در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. ولی خب شما بیشتر میلتون هست که این رابطه ادامه پیدا کنه و طرف مقابل هم همینطور و گویا که طرف مقابل بچه‌ها تصمیمشو گرفته که با قول معروف به آب بزنه و به طرف شما بیاد و این مسیر رو به قول معروف همه چیزش رو در نظر گرفته و بچه‌ها به زودی تا 3 وعده دیگه برگشت داره و به سمت شما میادش و یک عهد و پیمانی و یک رابطه خیلی مستحکمی با هم دیگه خواهیم بست و دوباره